مردان و زنان بی‌حیا و فاسق وقتی که از افیرهای تیک تاک محروم شدن همگی رو به سوی ایما آوردن. در ایما یک فونکسیه هست کامنتا میگن، در اوجا گروه های خودشون تشکیل میکنن و مردان و زنان در اون گروه های اونها در آمده سخنان فحش و بی‌حیایی گپ میزنن. در اوجا فقط صدا است، از بس که اونها را کسی نمیشناسه با نامهای مستعار برآمده سخنهای فحش و بی‌حیایی گفتن میگیرن. پناه به خداوند از این خیل بی‌حیایی حتی در ماه رمضان دیده میشد که از یک سو در زبان اونها والله والله قسم الله 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 میگن و از جانب دیگر سخنان فحش و بی‌حیایی میگن. زن نامی همون شرمگاهش نام گرفته در بین چندین مردها گپ میزنه، حتی نامی شرمگاه مادرش گرفته گپ میزنه که مادری من با همون فلان خستگیش در بری پدرم خواه. سبحان الله، تا به همین درجه به شرمی و به حیایی اونها پایان رفت که حتی گفته نمیشود که اینها مسلمان هستند. یک انسانی که اینها را اگر صدای اینها را گوش بکنه فکر نمیکنه که اینها مسلمان هستند. مردان و زنان مسلمان، شما روز حساب و جزا را فراموش کردین؟ مراجعت من به همون کسایی هست که همین خیل گروه ها را تشکیل میکنن و مردان و زنان را در یک جا جمع میکنن. از الله بترسه، از روز حساب و جزا بترسه که اون روز برای این گناه بزرگی که شما انجام میتیه هرگز جواب دادن نمیتوانه. گناهان خودتون بسی نمیکنه، گناهان اون قدر مردان و زنان فاسق هم به ذمه خودتون میگیره. هر کسی که در ایما همین خیل گروه ها را تشکیل میکنه، هر نفری که در اوجا میدرویه و گناه انجام میتیه به مثل گناه اون گناه میگیره. از الله بترسه ای برادرها و خواهرای عزیز. شما که مسلمان هسته به روز جزا و حساب ایمان داره، باوری داره، مبادا دیر یا زود غضب پروردگار دامنگیری شما بشوه. از الله بترسه برادرها و خواهرای عزیز. امت محمدی را تا به این درجه به بی‌حیایی و به فسادی نکشه. خواهرای عزیز، شما از در و یاقوت و مروارید با ارزشتر هسته. نخون که تا به همین درجه شما شرم و حیا را فراموش کرده باشه که نامی همون شرمگاه تا نام گرفته در بین چندین مردها صدا بلند بکنه. از الله بترسی برادرها و خواهرای عزیز.